سلام. احوال شما؟ سلام، حال شما؟ سلام از من. درود حال شما؟ سلام به همگی. روزتون بخیر. روز شما بخیر. چه خبر؟ همه از هلندین؟ بله. من آمهن زندگی میکنم. شما کجایی؟ من نایمتن هستم. منم استینبرگ. روتردام. کجا؟ آلمیره. خیلی شما؟ خوب. من هافتورپم. نه. من از رورموند هستم عزیزم. عالی. ماشاءالله سرتاسر هستیم ما، کلی همه جای هلند هستیم ما. دقیقاً از شمال تا جنوب. آره از شرق تا غرب. آره من شرقم. خیلی عالی که من شمالم. نه از که خودم شمالی هفتمونن. حالش چطوره ناتاشا جون؟ قربان شما. امروز بهتره، روز به روز داره آقا خوشگل ما بهتر میشه. معرفیش اسمش چیه؟ اسمش هم میو هستش. 1 سال و نیمشه و 2 هفته پیش جون به لب ما کرد. داشتیم شاید مخالی از در میرفتیم بیرون، چمدونامونم پشت در آماده که دیگه در رو ببندیم و بریم. دخترم گفتش که مامان این تکون نمیخوره. گفت چی کار کنیم چی کار نکنیم. حالا ساعت 1 و ما 7:30 پرواز داریم. 7:30 شب. گفتیم خب یه کاری کنیم بریم دکتر سریع. روز یه شنبه گفتیم بریم دکتر. بشین یه دقیقه بشین درباره شما صحبت میکنم. آقا خوشگله یه خورده اون به لب یه گربه ایرانیه نه؟ گربه ایرانیه بله. مامان اینا ایرانی ان نترس خارجی نیستن بمون. یعنی خودت از ایران آوردی؟ ایرانی منظوره؟ نه مامانش از ایران همسرم آورد. خودش هلندی میشه دیگه ولش کن. ولی باباش هلندیه، مامانش ایرانی اورجینال ایران. مامانش هم پس بیار ببینیم اگه تونستی. مامانش نه، مامانش از شوخیا نمیشه کرد. ایرانی هستی. ایرانیه. از اون طرفش بری میگه ناتاشا جان یه سوال نشنالیته داره؟ بله ایشون خوشحالش اقامت گرفتیم براش. همسرم 3-4 ماه تو ایران دنبال کاراش بود تا تونست بیارتش مامانشو. ایشون هم که اینجا به دنیا آمدن سریع چیز چک شدن، واکسن شدن. الان یه چیپ داره که اگر گم بشه سریع میتونن پیداش کنن. تو بدنش چیپ داره و پاسپورت هم داره. اگه یه گربه یه نر پیدا میکردین میشد مثلا اون گربه نره مثلا بره از ایران یه دونه مثلا خانوم چه میدونم گربه برداره بیاره اینجا. اینجوری هست برای گربه هام یا نه فقط برای آدم هاست؟ اون دیگه یه جای دیگه باید برای دنباله. اون باید حتما کار داشته باشه، کارش هم حقوق خوب داشته باشه بالای 3000 تا، بعد ممکنه مثلا بتونیم برش کاری بکنیم از طریق قانون MFFA. دقیقاً. ناتاشا فامیلیش پاسپورت داره اسم تو یا همسرته؟ همسرم. اسم همسرمه. اینا دیگه همه ما کلا هممون زیر فامیل اون هستیم دیگه، همه با فامیلی اون هستیم. ایشون هم پارت فامیلی ما هستن. خب شما تعطیلات دیگه نرفتینی؟ تعطیلات رو کنسل کردین؟ ما رفتیم دکتر که مثلا یه قرص بگیریم سریع برگردیم. تازه رسیدیم اونجا دکترم خیلی ناراحت بود که خیلی وضع بدی داشت که از دور درد بنده خود اصلا تکون نمیتونست بخوره، اصلا نه راه میرفت نه کاری میکرد. بعد دیگه تو بیمارستان موندیم تا شب و پروازم با اجازهتون از دست دادیم. 3-4 روز چون که گفتش 3-4 روز اینجا باید بمونه. شما میتونیم برین خونه بعدم فردا بیاین، ولی ما هر روز رفتیم سرش زدیم تا این 3-4 روز تموم شد و دوباره آوردیمش خونه. پروازم از دست دادیم. یعنی تعطیلاتون سوخت کامل یا نه؟ بیمه هستیم؟ نه بیمه هستیم ولی به بیمه گفت که اصلا هم خبر نداشتیم. یعنی بیمه کرده بودیم برای آنولیرن ولی برای که کنسل کنیم، ولی گفتش که آره باید ببینیم که دلیلش چی بوده.
حالا نامه‌هاش فرستادیم. اگر که دلیلش به عنوان حیوان مریضی حیوان خانوادگی قبول کنن، چون که به مریضی پارت اول خانواده یعنی خانواده درجه 1 حساب میکنن، ولی حالا حیوان رو نوشتیم دیگه، اگر حساب کنن 70% رو بهمون پس میدن اگر قبول شه. احتمالاً قبول میکنن، چون حیوان خانگی توی هلند مخصوصاً مثل یکی از اعضای خانواده است، میدونی؟ بله. قبول کنن هستش. حالا ما نامه دکتر، بیمارستان، همه اینا رو فرستادیم، ولی خب طول میکشه دیگه. به هر چقدر بهش گفتم عوضش کن، یه ماه دیگه بدید. نه گفت نه الان سیزن واکانسی هستش، ما عوض هم نمیتونیم بکنیم دیگه. متاسفانه تنها کاری که میتونیم براتون بکنیم اینه که کنسلش کنیم. نرسیدیم دیگه. شاید حتما یه اتفاقی میخواست بیفته اینجوری شد. شاید بهتر عدو شود سبب کار چی؟ عدو شود سلام دختر نیکی هم اومد بچه. عاشق گربه است الان صدا شنیدم. اسمت چیه خاله جون؟ دلسا. میگم نیکی جون، یادته تو باغ گلها چقدر از دخترت تعریف میکردی، میگفتی دلم تنگ شد بعد زودتر برگردم. آره این گل من یکیه دونه. آره حالا مریضم شدیم جفتمون. چرا؟ سرماخوردگی. ما این چیز رو رفتیم با هم دیگه، این هر سال که راهپیمایی سرسری بچه ها هست، اسمش چیه ماما؟ فیرداخسه. بعد دیگه اونا رفتیم، میگه ماما پروبابلی یکی اونجا مریض بوده دیگه. مدالمون رو گرفتیم اومدیم، فرداش حالمون دیگه خوب نبود. خوبه دیگه مدال گرفتین کافیه دیگه. مریضم شدیم اشکال نداره. ولی ناتاشا جون با این همه کار و اینا داری، به این گربه چجوری میرسی تو؟ دیگه یه خورده جاب داری، بیزینس داری، نمیدونم چی داری، اینا چجوری میرسی؟ اشکال نداره، همه رو با هم دیگه میرسم، چون که همه رو با کمال میل انجام میدم، چون که همه رو خیلی با اشتیاق انجام میدم و از هیچ کدومم خستگی ندارم و احساس نمی کنم. فقط از این که وقت دارم که تمام آرزوامو برآورده کنم خیلی خوشحالم. بچه ها هستم، کارم رو انجام میدم. به این آقازاده خوشگل مامانش 2 تا الان هستن، به اینا میرسم. یه دقیقه بشین آقا جون، ایرانی گوش نمیده که آمرو داری هم بلد نیستین گربه ما. خیلی دیگه چیز کرده، اونقدر نشسته اونجا، خیلی عالیه. نه راستم اینجا میدونن الان تعجب کردن چرا حالا من باید بشینم. پس خوب داره آبروداری میکنه ناتاشا جون. بله خیلی خوب داره آبرو میکنه. پسر به خوبی داری. بچه معدبیه. بله ایشون هم باید عادت کنه که به بیزینس من شاید بیشتر بخواد بیاد پیش من بشینه. آره فکر کنم خیلی عالیه، ازش خیلی باید برام. ما اصلا کم دیدیمش تو آگهی تبلیغاتت ندیدیم. نیکی هم چیز داشت، خرگوش داشتی نیکی نه؟ آره منم 2 تا خرگوش دارم دیگه، اینقدر شیطون شدن. خرگوش ولی آخه میدونی همه چی میخوره، همش دندون میزنن بچهای من. اصلا اینقدر بچهای خوبی ان، اتفاقا هیچ کار بدی نمیکنن به خدا. اصلا انقدر که همه میگفتن خرگوش داشتن خیلی سخته، همه چی میجوه، چرا اصلا هیچ کاری نمیکنن؟ یعنی اینقدر قفسن، شاید تو قفسن، میاریمشون بیرون ولی خب تو گوشه خونه تو قفسن، ولی میان بیرون هیچ کاری نمیکنن. فقط تا حالا 1 بار پیش اومده اون پسره یکم شیطونه و الان یکم داره تینیجر میشه، میخواد بگه اینجا خونه منه و یکم بیرون خرابکاری میکنه که دیگه دخترم میذارتشون تو قفس، میگه دیگه خرابکاری کردی بعد بری تو. اونم یکم حالا درست میشه بعد از یه مدت، ولی اصلا اینجوری نبود. به نظرم فکر می‌کردم خیلی سخت باشه ولی نه اصلا سخت نبود. هیچ اذیتی رو داری؟ جان چند وقته داریشون؟ الان فکر می‌کنم 1 ماه خورده شد. از 1 ماهی که میشد از مادرشون جدا بشن من آوردمشون دیگه. الان 1 ماه و فکر می‌کنم 3 هفته شده.
نظافت قفساشون یه ذره سخته. منم داشتم خرگوش، ولی هم خرگوش داشتم هم سگ، ولی هر جالب اینجا سگمون مجبور شدیم ازش خداحافظی کنیم به خاطر اینکه دخترم حساسیت داشت، من دوقلو دارم. بعد دیگه دیدیم نمیشه، این بچه ها خیلی وابسته شده بودن. خرگوش رفتیم براشون گرفتیم، خرگوش آوردیم، پسرم بهش حساسیت داشت دیگه. ولی خب نظافت خیلی مدت‌های زیادی سعی کردم هی نگرشون دارم خارج از خونه، ولی خب نمیشد. بازم بچه هم دوست دارن بغلشون کنن، باشون بازی کنن، ولی حساسیتشون خیلی شدید بود و مجبور شدم دیگه. خدا رو شکر من خودم هم حساسیت شدید کلا دارم به پوشش گیاهی، هم هلند هم ایران نسبتاً، ولی دخترم هم همینطور. ولی خوشبختانه من فکر می‌کردم حساسیت بده، ولی به خرگوش حساسیت ندادیم اصلا. ولی خب نمیدونم، شاید خرگوشای من خیلی مؤدبن، چون که فقط گوشه قفسشون کارشون رو انجام میدن تو اون ظرف مخصوصشون، به خاطر همین همه میگن بو میدن. من فکر میکردم که باید مثلا خونه بوی بدی بگیره، چون خیلی به بو حساسم توی خونه. دخترم یا پسرم؟ ببین تازه کشف کردم که یکیشون پسره یکیشون دختره، ولی هفته دیگه میرم پیش وت که واکسنشون رو بزن و معاینه‌شون کنه. چون که پسرم موقعی که بالغ بشه یه خود همین دیگه گفتم پسره داره اذیت میکنه، به قول دخترم مارک میخواد بذاره، وقتی هم که یکم مثلا بهش سخت میگیری میخواد مارک بذاره تو خونه، ولی دختره نه، خانومه خسیسه. خوبه دیگه. خیر بچه یه سال، ما از تمام نقاط هلند هستیم، بعد شما تو شهرهای شما هوا بارون بود همش؟ الان شده اینجا، من اینجا مال من الان طوفانی شده. من یک ساعت پیش تقریبا اینجا خیلی هوا بد بود. اینجا هم الان ابری شده ولی احتمال بارون میاد. تازه شده، یعنی تازه از صبح هوا خوب بود، تازه یه ساعتی ابری شده ولی دره تیره تر میشه که فکر کنم دیگه بارون بگیره. نه اینجا که همه از صبح بارون بود، اینقدر بارون باریده که اصلا دیگه دست شمال از پشت بسته. ما گفتیم شمالی هستیم، آخرای بهار داره زورشو میزنه. دقیقاً ساعت 5 بود رفتم دوچرخه سواری، بعد بارونگیر شدیم دیگه. یعنی میدونستیم بارون میاد تا ساعت 6، ولی یه خورده طولانی شد، زودتر بارون اومد دیگه. همونجا موندیم یه جا زیر سقفای آلبرتاین منتظر موندیم تا تموم شه. الان اتفاقا دیروز دیدم هوا خوبه، گفتم برم پیاده روی. رفتم پیاده روی، برگشتنه گفتم جاتون خالی هندوونه بگیرم. بعد دیگه یک دفعه رفتم توی آلدی بودم فکر کنم، یا آره آلدی رفتم تو هندوونه رو بگم دیدم سیل داره میاد. گفتی ولش کن. آره نه گرفتم، یکم هم وایسادم گفتم بذار یه ذره بند بیاد، دیدم نه مثل که تصمیم نداره دیگه، اومدم خونه همونطوری دیگه. گفتم بی خیال، بارون هلند دیگه. آقا محسن پیش شما شده بود؟ اینجا از ساعت 6 عصر یه رو به 6 شروع کرد به باریدن، نم بارید که الان دیگه داره قوقا میکنه دیگه کم کم. خب پس از سمت ما اومده سمت شما. آره الان داره میشه. شما بالایی، همون بالایی دیگه، شما بالا که نه احتمالاً بعدش هم میره رورموند. نه نتاشا جان الان شما دارم نگاه میکنم از پشت پنجره هواتون اوکیه. ما هم همین یه ساعت یکی دو ساعت پیش، چون که دور از جون شما این امروزم بیمارستان بودم برای اون دختری هستش که همیشه مال دوستم هستش که مثل آره. از صبح بیمارستان بودیم. من دیگه داشتم میخواستم بیام از بیمارستان خونه، حسابی بارون گرفته بوده یه ساعت پیش. اون چطور شد ناتاشا؟ خوب شد، بهش از این اسپریا دادن، آنتی بیوتیک دادن، نفس نمیتونست بکشه، الان کلی بهتر شده. نم یه شنبه خوبه دیگه. ما پیش خودمون گفتیم ناتاشا یک شنبه رو استراحت میکنه دیگه. نه از این فکر نکنید، نه اصلا ناتاشا اصلا یک شنبه نداره، شنبه نداره، همش داره کار میکنه، پول در میاد تو خونه، بعد بچه شام درست میکنه. جالبش اینه که الان تعریف بکنه خوبه، همه چیزی رو باید فرش بگیره در لحظه غذا درست کنه دیگه. فریزر چیزی نیست، بیچاره میشه. چی آفرین بیزنس داری کار میکنی، گربه داری، بعد باید بشینه بیزنس کار کنه.
همون میگم میدونین الان حالا در مورد آب و هوای هلند صحبت کردیم، فکر میکنم همتون این ضرب المثل هلندیا رو میشناسین. به 3 چیز نمیشه اطمینان کرد، یکیش قانونشه، یکیش آب و هواشه، یکیش هم حالا سومیشو باید بذاریم حدس بزنن. کامنت بذارم برامون سومیشو. شما هیچ کدومتون هلندی نیستین، میخواید نگید. هلندی کرده باشه میدونه. آره. بابا 40 سال من توی این کشورم، بیش از اینکه تو کشور خودم زندگی کرده باشم. من اینجور حالا واقعیت داره سومیش؟ نگید فقط میدونم. نه والا خب بستگی داره دیگه. داره من سومیش رو تو ایرانیایی که مهاجرت کردم بیشتر دیدم تو خود هلندی. من با توجه به چی میگن غیبت هایی که از همکارای هلندی میشنوم حد داره. البته من فکر میکنم همه جا همینطوره، فرقی نداره چه این وری رو بخوایم نگاه کنیم چه اون وری، از هر دو طرف. حالا کامنت بذارن ببینن منظور ما چیه، ببینیم کی درست میگه. ولی من فکر میکنم همه جا هست، ولی بیشتر به قانونش آب و هواش اصلا نمیشه اطمینان کرد. دوستانی که الان با ما هستن ما رو میبینن برن سرچ کنن ببینن اون سومی چیه که نمیشه بهش اعتماد کرد. اینجا کامنت بذارین. راستی من یه سوال دارم. من دیروز فکر میکنم دیدم به شما تبریک گفتن، یا اینکه قدیمی بود؟ نه دیروز بوده فکر کنم. پس تبریک من اینجور خودتون بگین. هیچ بابا یه هینکام داشته. موفق ترین منتوراست. بفرمایید ما میخوایم گوش کنیم. به زودی یک نفر دیگه توی همون جمعی که الان هستیم اضافه میشه از سمت مهیجون. از هلند 2 نفر اضافه میشه. آره البته. آره یه نفر دیگه هم دارید هلندی هنوز؟ بله. نه هلندی داریم. آره بچهای هلند هستن که چیز کردن، وارد این بیزینس ما شدن. وارد این بیزینس شد. یکم امروز در حال داشت چیز میشد که دیگه من اومدم توی لایف. یکی دیگه هم وارد این بیزینس ما شد. یعنی هلند داره خلاصه جمعیتش آقا محسن داره زیادتر میشه. هلند دیگه داره همه میبینه که خلاصه هلند هم بیزینس داره دیگه. هلند هم بچهای هلند، ایرانیایی که تو هلند هستن خودشون بیزینس دارن، خودشون همشون منتورهای خیلی موفقی هستن. همه که الان شما اینجا هستین خودتون ماشاءالله هر کدومش یک منتور عالی با تجربه، همیشه هم همه رو ساپورت میکنین، کمک میکنین. خلاصه خیلی جالبه. خیلی خوشحالم که تو این جمع هستم، تو جمع ایرانیایی هستم که خیلی موفقن. ما هستیم. مرسی. از همه مهمتر دوستان رو به این خوبی. دقیقاً. یکی از ما راجع به بیزینس نمی‌خواستیم میگیم، الان اورانوس که گفتی یکی از بهترین مزایای این بیزینس پیدا کردن همین دوستاست. امروز داشتم یه وایسی گوش میکردم که از بچه‌ها میگفت که آره من کجا مثلا میتونستم این بچه‌ها رو پیدا کنم، هیچ جا نمیتونستم دوستان اینجوری پیدا کنم. دقیقاً. تو مثلا با طرف میری میگردی ولی اون دوست نیست، اونجوری نیست. مثلا ما خودمون چند وقت پیش یه برنامه داشتیم، بچه‌ها از انگلیس اومده بودن، از آلمان اومده بودن، خودتونم بودین. بجز آقا محسن کار داشت نتونست بیاد. بچهای دیگه هم بودن، هم خیلی خوش گذشت. هنوزه هر موقع که حرف میزنه یاد مثلا میدونی آدم یاد دیدین آدم از بچگی یه خاطره تو ذهنش هست، هر موقع که میخوای اینو بزنی یه لبخندی رو لبات میاد، یه احساس خوبی به دست میده. اون بچه‌ها هم همینجوری، ما خودمونم همینطور. حالا ان شاءالله که دفعه دیگه همین تو هلند هم این برنامه رو باید بذاریم، همه همدیگه رو یه دور ببینیم، خیلی به جای که تو این لایو بشینیم من پیشنهاد دادم که برای فیرداخسه جشنی که توی نیمیخن شهری که من هستم اجرا میشه، بعد یه جوری برنامه ریزی کنیم
که بتونیم دور هم جمع بشیم، حالا یه روزشو 2 روزشو، ولی اگر میخواین بچه‌هایی که میخوان بیان واقعا بمونن باید از الان رزرو کنن هتل یا جایی رو. البته منزل منم هست ولی خب بعد ببینیم چند نفر هستیم. به قول اون خانومی بود که از انگلیس اومدن، اسمش الان یادم، حمیده جون، خیاری میخوابیم دیگه. اونم میشه. ولی دوستان کافی تایید خزلخی شده. آره بچه چاییاتون رو بخورین، کار داریم. یخ تو دیگه ریختم دور نخوردم، بخورین نوش جانتون بخورین. بیزینس داریم ما بهش برسیم، بخورین که بریم. دقیقاً دیگه باید فکر کنم جمع کنیم بساط. چقدر زود گذشت مگه ما چند دقیقه بالا هستیم؟ الان 20 دقیقه است. 21 دقیقه. عالی، خیلی عالی بود. بچه‌ها میخواین بگین هر کدومتون چند وقت تو این بیزنس هستین و تجربتون چیه؟ ارقام اونجوری یه ذره طولانی میشه لایو ما. آره برای دفعه بعد، چون ما دیگه از این بعد به امید خدا یک شنبه ها هستیم. حتما این تایم باحال چایی و کوکیه هلندی رو داریم و یه تایم خزلخ. بعد دیگه اساسا رودلن میکنیم و از همه چی میگیم. آره تازه هر کم سوال داشته باشه میتونید مطرح کنید تو کامنت بذاره برامون، ما میتونیم جواب سوالاشون رو بدیم. درست باشه دیگه میتونیم این کارم انجام بدیم. عالی ولی هر هفته همین موقع یک شنبه ساعت 7 بعد از ظهر چای خدایتون یادتون نره همین موقع با ما باشید که براتون سورپرایزهای زیادی داریم. تعریف کردی مرسی. دوستان مرسی از همگی، چقدر خوش گذشت واقعا. احساس میکنم تو خونه ها پیش هم بودیم. سلامتی همتون. تا بعد. سلامتی واقعا. خدا نگهدار.